سلام، حالتون چطوره؟ زنبوری پشت خونه ما رو یادتون میاد؟ یادتونه روی گل‌های مختلف میشست و بوشون میکرد چی میگفت؟ رو گل گنده ها که میشست خیلی که خوشش میومد میگفت به به. رو گل کوچولوها که میشست فکر کنم یه کمی کمتر خوشش میومد. آخه میگفت به. نمیگفت به به، فقط یه دونه به. به. گنده ها چی؟ به به. گل کوچولوها؟ به. یه وقتایی هم شیطون میشد و هی از روی این گل میپرید رو اون یکی، دوباره این یکی، دوباره اون یکی، دوباره این یکی. اون وقت اینجوری میشد صداش. گوش کن. به 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 به. میتونی ادای زنبوری رو در بیاری؟ آماده ای؟ با من شروع کن. به 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 به. باریکلا به تو. بچه ها، من یه آواز زنبوری بلد شدم. گفتم خیلی خوب میشه بیام اینجا همه با همین آواز زنبوری رو یاد بگیریم و این دفعه ای که یه زنبور دیدیم بخوایم براش این آواز رو بخونیم. شما موافقین؟ برو بریم. میتونی دستاتو یه ذره بیدار کنی برای آوازمون؟ یه ذره دست بزن، دستات حسابی بیدار شدن. یه ذره به چرخونشون، یه ذره این شکلی. آفرین. یه ذره سینه‌تو بیدار کن. صداتو بیدار کن. میخوایم آواز بخونیم. آخه یه ذره پاهاتو بیدار کن. آفرین. میتونی با من بگی، میتونی اول دوربیناتو نگه داری برام. اینجوری دوربیناتو نگه داری نگاه کنی. دست سینه پا پا. با من شروع کن. دست سینه پا پا. دست سینه پا پا. دست سینه پا پا. اوه، دارم پشت هم میزنم وسطش نمیخوام وایسم. دوست داری با من بزنی؟ میخوایم یه ذره بدن کوبه بزنیم با هم دیگه. با من شروع کن. دست سینه پا پا. دست سینه پا پا. دست سینه پا پا. دست سینه پا پا. باریکلا به تو. حالا میتونی که این دست سینه پا پا رو بزنی و من بخوام آواز زنبوری رو بخونم باهات. بعدم که یاد گرفتی آواز زنبوری رو میتونیم همه با هم دیگه هم بدن کوبش رو بزنیم و هم آوازش رو بخونیم. آماده ای؟ با من شروع